بیشتر ترسناک‌ترین روح‌ها که توسط دوربین شکار شده. شماره 5 مهمان ناخونده. این ویدیو یک شخصی را نشان می‌دهد که در حال جستجوی یک خانه متروکه است. او با این فکر که روحی در این خانه وجود ندارد وارد خانه شد و شروع به جستجو کرد. اما کمی بعد اتفاقاتی افتاد که قابل به توضیح نیست. نظر شما چیه؟ آیا این یک ویدیو واقعی بود؟ آیا یک فتوشاپ بسیار قوی؟ تصمیمش به خودت. شماره 4 رسم تسخیر شده. این رسم که در آفریقا وجود داره به این گونه است که وقتی یکی از افراد پیر فامیل فوت می شود و قبل از اینکه در تابوت قرار داده شود باید در کنار یکی از جوانان قرار داده شده و با او وقت بگذرد. اما این رسم مطابق برنامه پیش نمی رود. همانطور که دیدید مادر بزرگی که قرار بود مرده باشد تکان خورد و باعث وحشت شخصی که کنارش بود قرار گرفت. نظر شما چیه؟ آیا این ویدیو واقعی بود یا یک گلیچی در ماتریکس؟ این تصمیم به خودتون میسپارم. شماره 3 تقلید صدا. جوانی و دوست دخترش لورا یک زندگی عادی در برزیل داشت که یک شب توسط چیزی بیدار شدن که صدای لورا را تقلید میکرد و هیچ توضیحی براش نبود. بعد از این اتفاق چند ماه گذشت بدون اینکه اتفاق ماورالطبیعی تجربه کنه، ولی یه شب که لورا با خانواده‌اش بیرون بود اون موجود عجیب که آنها را زیر نظر داشت برگشت و شروع کرد به تقلید صدای جوانی. اون صدای خودش رو شنید که از حال میاد، همون حالی که توسط اون موجود ناشناخته تعقیب شد. هر چیزی که زیر نظرش داره متوجه نبود لورا شده و پشتم اسمشو صدا میزن. ولی وقتی که نزدیکش میشه از یه اتاق دیگه صدا میاد. و اما نظر شما چیه؟ آیا این یک روح واقعیه و یا یک شوخی که توسط لورا انجام میشه؟ خودتون تصمیم بگیرید. شماره 2 کمد تسخیر شده. این خونه در دهه 1950 ساخته و رها شد که بعداً توسط این شخص خریداری شد. او بعد از خریدن خونه متوجه صدایی شد که از کمد او میآید که به گذر زمان بیشتر شد. وقتی دید که آن صدا غیر قابل تحمل شده شروع به رکورد کردن آن و اشتراک گذاری آن در تیک تاک کرد. I really don't think I'm ever gonna be able to stop this shit. Listen to it. Listen to that pedaling. Jesus. I mean, this is my whole closet right here. It's my kitchen. And here we go with this shit again. We're just gonna wait and see how long it goes. It's never not. Stop! Okay, that works. Okay, so it seems to be wanting to happen now more in the afternoon. But just to prove that there's nothing there. Jesus Christ.
Oh. You gotta be fucking kidding me. این خونه انقدر قدیمیه که سیم اینترنتش برای نصب از بالای درش تریل شده و رد شده و اونقدر عجیب نیستش که این خونه روح داشته باشه. نظر شما چیه؟ آیا این خونه تسخیر شده یا همه اینا فیکه و از قبل هماهنگ شده؟ نظرتون رو توی کامنت ها بهم بگید. Oh. You gotta be fucking kidding me. شماره 1 تونل در تسخیر جن. این ویدیو شخصی را نشان می‌دهد که بعد از رزرو هتل متوجه یک در شد که به یک تونل ختم می‌شد. او بعد از اینکه این در را پیدا کرد شروع کرد به رکورد کردن آن تونل که نشون میداد یک تونل بسیار بزرگ در زیر اتاق هتلش قرار دارد، در که توسط بقیه مسافرها دیده نشد. So I check into my hotel room and immediately see this. You see that line under the door? What is this? What is this? Maybe it's some kind of service box. What? Is this a smuggling tunnel? What is this? This is crazy. This is a hotel. Let's stick it all the way in. او در تونل چیزی پیدا کرد که هیچکس انتظارش نداره و واقعا مورو به تن سیخ میکنه. به نظر شما چرا باید این جن در این هتل وجود داشته باشه؟ اما هر چی که هست واقعا آدم میترسونه. ممنون از اینکه این ویدیو رو نگاه کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.